میگم موشک نداشته باش. خیلی خب ما موشک نداشته باشیم، اسرائیل رو خل سلاح کن. ما موشک نداشته باشیم مثل غزه، بعد هر وقت دلش خواست بمبو بریزه تو کله ما و بعد اگر خواستیم حرف بزنیم بگن خفه شی. اونا ما رو تحریم کردن، اونا پایگاه زدن، اونا ما رو تهدید میکنن. نکنن از این کارا. ما مثلا برادریم، با اونا هم برادریم، کاری نداریم. ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ولی حاضر نیستیم به ما زور بگن. حاضر نیستیم اسرائیلی رو اینجا جلوی ما بذارن تا دندان مسلحش بکنن و هر وقت خواستیم حرف بزنن مثل لولو خورخوره اونو بگن میزنه ها. ما نیاز تکنیکی و علمیمون رو باید حل کنیم. دنبال اصطلاح هسته‌ای نیستیم. چارچوبی که در برجام نوشته شده بهش پایبند بودیم، بازم به دنبالش هستیم که اون چارچوبا رو حفظ کنیم. اینا پاره کردن، اینا ما رو وادار کردن یه کاری بکنیم که نباید بکنیم. ادامه هم ندم ما ادامه نمیدیم. ما میخوایم بشینیم با اونا در همون چارچوب‌های سازمان انرژی هسته‌ای و اون چارچوب‌هایی که با هم توافق کردیم ما کارمون ادامه بدیم، اونا هم کارشون ادامه بدن. اول ما باید بدونیم که واقعا اون چیزایی که ما نوشتیم و گفتیم اونا گفتن اول پاره نکنن، بذاره ما زندگی بکنیم، بعد با هم گفتگو میکنیم. اون که دعوا نداریم، ولی اول همه راه‌ها رو اونا بر روی ما بستن. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.